داشت حرفی و حقیقی را گفت، حرف حقیقی را داشت میگفت. خوش به حال اون مرد بزرگ، هر چندی که نظریاتش دیگر باشد، همه ما منظورش را نفهمیدیم. امروز ما برادر عزیز میبرایم میگیم رحمان دیکتاتور، رحمان پلید، رحمان این دیگر و غیره ها. اما اولین نفری که برای ما بالای سر ما چورمغز میشکند کی میشکند؟ امام های خود مسجد جمهوری تاجیکستان، از ایشان نوردین جان، از حاجی میرزاش سرکردگی دیگر و غیره هاش. ایشان نوردین جانش نشنیدم، همه حاجی میرزاش شنیدم. بگه در منبر میبرایند با شیطان مبارزه میبرند. اما یه مخلوق خدایی که تمام این معدودیت ها را اعلان کرد برای جامعه، هیچ حرفی نمیزنند. چرا؟ چون که نمیخواد که در تویوتا کمری یا که مثلا در دیگر ماشین های گرانبها میخوام بگردن، بچرخن در دوشنبه و در مرکز و در دیگر جاها، مثل ما مهاجر بودن نمیخواهند. نگاه کن، عادی ترین سوال براتون میاره، مثل هیشان نوردین جان و حاجی میرزا و دیگر، ما همش باید گفت، نه تنها یکشه. اگر این شخصیت های بزرگی که در جامعه تاجیکستان واقعا بیرون از مرز تاجیکستان برند، چی در اتحاد اروپا و دیگر و غیره ها، برایند و دعوت کنن مردم بگد که جامعه به چی دستور هست، دانسته باش برادر عزیز که هر یک جوان تاجیک در پهلوی اینها جمع می شود، باور کن 10 تا رحمان شکست میتن. اما چرا این کارها را نمیکنن؟ سوال به اونهاست، به من نیست. اینا باید در این سوال جواب بدن، چرا این کارها را نمیکنن. این اولین درجه. و در مخالفان میگن در میدان، در میان مخالفین یک چیزی هست که من برات میگم مثل یک سیب پوسیده شدگی است مخالفان. من واقعا کنکریت نمیگم، نقصانی دارن مخالفان، خیلی نقصانی بزرگ دارن. اون نقصانی را باید تعمیر کرد، اونا را باید تلاش کرد. مثلا وقتی که یک مشکلات برات پیش می آید، زنگش میزنی میگوی برادر عزیز این گونه مشکلات آمد برای تو، چی میگه؟ میگه تو اعضای گروه من نیستی، اعضای این نیست. اوکی، مشکل نداره، من اعضای تو نیستم، دیگر و غیره ها نیستم. برادر من شهروند تاجیکستانم، همسنگری تو، همسنگری تو هستم. اما متاسفانه چی صدایی نیست. از سنگ صدا می آید اما از اونها نه. برادر عزیز، مخالفان امروز نقصان دارن. وقتی که ما اعتراض میکنیم که رحمان اینه، رحمان اونه، پس چرا ما مخالفان حرف نزنیم؟ و هر چندی که این حرفای من زیدی من استفاده شاید کنن، فردا نه پس فردا، اما هر چی کاری کرد خودی به من کرد، نه دشمن. اینو دانسته باش. این نکته برادر صبوری باید گفته شود. ما تنقید قبول داریم برادر عزیز. بله. مثال ما را بگه که شما همین کاراتان می نویسن، ما انشاءالله که کار میکنیم که اصلاح بکنیم. از یک مشکلات مخالفین دارد، مشکلات حقوقی را نمیشناسند. مسئله های حقوقی را بعضی هاشون نمیدانند چی است. اینا باید گفت، اینا آشکار بعضی باید گفت. چرا باید ترسید؟ از رحمان ترسیدیم به ظالم تبدیل شد، از اینهاش هم بترسیم به ظالم تبدیل میشد. بیزار بگم چرا باید این کار کنیم؟ برادر عزیز، خوش به حالت که داری این سوال ها را برای ما میکنی، چون که تو میخوای اصلاحات پذیریت باشد، تو میخوایی که یک برنامه های سالم باشد. خوش به حالت جوانی محترم، خوش به حالت که تو داری این حرف را میزنی. اما ناامید نباش، وقت ساعت میرسد انشاءالله به این روزها میرسیم. چیزی که من میگم، صبر و تأمل و بهبودی زندگی آینده کشور خواهد شد. اما تو این انتخاباتی که داره شروع می شود، هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان حق و حقوق دارد طبق سرقانون جمهوری تاجیکستان. مادامی که در کابینت، در آلمان، در دیگر کشورها وقتی که برای آوازدهی نمیگذارن بریم آواز بتیم، باید بگذارن. بس باید برایم با چهره آشکار بگیم جناب رحمانوف تو را نمیخوایم، بای بای گود بای، تمام شده رفت. همیشه یک نفر است
ای واتساپ انشالله که سوال شبکه پس ما با صحبت میکنیم. چی گفتی؟ بذار باشد. سلام علیکم فرمو برادر. الماس صداش پست های. شما را میسیزم من دیکتاتوری شما میشه 100% همین مثلا شما دیکتاتوری شما میشه ما با کاتوگی شما را بگیم نه هوز اینجا برو بگیم که جامشه چی گفت مثلا خبرش چی گفت پیش چی گفت این بلوگ افتوا میشه ما مونگوی نمیشه ما بلوگیری داریم مثلا برای تایپ کردن یک چیز کردن یک کسی دیگر یک چیز مختلفه قبول دارم. اصلاحات پذیری قبول دارم. حرف درست است. ما نگاه کنیم ما شهروند ما انسان بودیم اصل سولین داریم حالا کار فرمونیم همه مردم اصل کار فرمونیم در کار نیست یک کسی دیگه یک چیز گفت همش وقت چیز گفت نگو کچون از دیگه سمیت کچون کار شما میبینن مثلا با ما داخل برو جیسی ما باید همین رحمان چیز بگاه کنیم یکی اکن صبوری التیموت معلوم خدا بگره قدی بچه هم بری بچه که هست یک تلگرام کانال یک چیز دعوت میکنیم مثلا ما بکنیم یک کار مونه کرده ده مثلا میشه که مومنت میشه که اکا الماس مثلا نمیتونه یک کار ده دفعه یا شخص کار کرده نمیتونه قبول کرده یکون چیزی ما را که اکا محمدی بود یا تجیبش نمیتونه ما با شما همین کار التیموس همین کار مسئلهش بینیم تمام. انشالله که برادر عزیز جا صدا خیلی دوباره میوه وقتی ما قد شما صحبت میکنیم. انشالله که صبوری فهمید. اگر فهمیده باشه فهمیده ما یوتیوب دفعه فرا مشکلی دارم در اومدن نمیتونم من واسط گوش کردستم و گپ زدستم من یوتیوب خیلی مشکلی دارم من تکر بور شده برای من یوتیوب مشکلی دارم لیکن همین تعمیل خواهم که همین برادرای مباریز التیموس جان توناگردم کسی هست یعنی که راست چشم گوش ما شد همین چشم گوش ما حتی اودیه ما انشاءالله من دو سهر ما میگم انشاءالله ما میرم همین کارا میکنیم راست چشم گوش ما شد انشاءالله. نگاه کن یا دیگه برادر اکا یک لحظه تمام برادر عزیز فهمید. برادر عزیز اینجا صدا دوباره میاد وقتی ما گپ میزنیم. انشاءالله که صبوری فهمید یک کانال میکشه انشاءالله. انشاءالله. اکا اکا گوش کن اکا همین اکای صبوری میتونه اکای اون وقت گنده خارمان میتونه خانوی تا گنده روش میدورم اتا درست هم یک کار کنه تمام اکا گوش کن اکا برادرم گوش کن اکا ما حتما تو این فیگرها هستیم بدون این نمیشود حتما تو این فیگرها هستیم با مرور زمان حتما وارد میشیم یک کمی مشکلات مالی و معنوی و دیگر و غیره است که اینا رو برکنار کردن گذاشتن لازم است و مرور زمان دارد درست می شود. امیدوارم روزهای خوب میاد میرسد درست می شود حتما. همه چیزی که من برای مردم شرفمند تاجیکستان آرزو دارم چگونه ای که مثل شما جوان ها در آمده صبوری یا الماس دارد اصلاحات طلبی می کند همین گونه از حکومت رحمانوف طلب کردن لازم است که آقای رحمانوف 30 ساله یا 40 ساله در سر قدرت بودی نمیخوایم تو را ببینیم و میخوایم یک نفر جدید بیاد یا برنامه های جدید داشته باشد. این خودش یک پسیخولوژیسکی ریولوسیون می شود. اگر 1000 نفر برایت این حرف را بزند اونی که 80% 70% آواز میگیرد رحمانوف الکه زیر سوال میرود.
بله با انقلاب تلاش میخواد، انقلاب هستیت را باید داد. انقلاب یک چیزی است که باید مبارزه بود. مهم نیست با چگونه، مهم آنی است که دیکتاتور باید از سر قدرت برکنار شود و یک حاکمیتی بیاد که برای مردم اصلاحات پذیری باشد. این باید کار کرد، این تلاش باید کرد. وقتی در این میدان ها باشین، وقتی که میبراین و میبینین این چیزها براتون واضح و آشکار است. رحمان من دوست نمیدارم، رحمان برای با بازنشستی، برای استراحت کنه، نمیدونم پولهای بودجه کشور از خانواده‌اش که دزدیده برد اونا را بر بگردارد به بودجه کشور. مثلا کارش نداریم به خانواده اونها، ما کاری نداریم و статуси давлатдориро зери савол бурдагӣ аст, имидж государственна зери савол бурдагӣ аст. инора бояд баргардондан лозим аст. мардума бояд фаҳмондан, ҳушёрии сиёсӣ ва зиракии сиёсиро фаҳмондан лозим аст ки инора аз мо гирифтанд. агар падарону ва модарони мо ин ҳарфоро اون زمان ها می زدن، الان ما جوان های 1990 به این بدبختی گرفتار نبودیم. رحمان دولت تاجیکستان مالی خانواده رحمان نیست. هر نفر حق و حقوق دارد که در سر قدرت بیاد. 5 ساله، 4 ساله، 3 ساله، 7 ساله حاکمیت میکند، میراد بر کنار بازنشستی. بله تمام برادر صبوری اینجا دعوت دارن که باید که یک کانال بکشایی برای با مردم صحبت بکنی. چی گویم که از نگفتنم بهتر است که مشکلات یک کمتر کوچولوی مشکلات اومگی است، همون مشکلات برکنار کردن لازم است. خدا درک میکنی منظورم چیه، حتما میدونی منظورم چیه، اونا رو من برکنار. تمام برادر عزیز، آقای صبوری اون مشکلات انشاء پس سر بشن نه تو با خود با همه مخالفان بکی برای یکبار اصوصی شروعی کنه یک چیز کنه که من نمیتونم اومدن نیوی 307 تون دادگه 450 تون دادگه نمیدونم چی کرو کردگه من نیوی در کار نیست و نمیخوام که مثلا یک برادر ما یک بنده نیمین مسلمان توجیک برای زندان شما مثلا اینا نیست رفت همین یک چیز کنیم که ما بتونیم یک مراجعت همه مثلا همون کار کردم همون کار رو ایسان کنیم که همین کار کردم مثلا برای کار کنیشا بینه مردم ایگه دولت ها مثلا اول قدرت ها بینن که در کشور ما چیه را همون مثلا به ارو خونده ایچه برو تا برو آمدن دیدن که اینوالی استعفا اینوالی برو پرون. بله همین چیز ما میخوام که همین چیز شما اگر همین کار را بکنید وقت با مرور زمان انشاءالله ما میبریم اعتراض مونم میکنیم شما پیشنهاد میکنید مثلا میبریم یکی زمین مونیم که نه نگاه کنید برای یوردان کنید ساعتای اومده فرونده سیان پروسا برو اومده اعتراض کرده سیان یارو نداره یعنی چیز نداره اومده فرونده سیان اوزی دوره تکنولوژی مو تکنولوژی مون همین اینترنت ما دیگه لازم شو همین اینترنت رو حالا یک صبر اطراف از این نمیدونم این شوگی چیکار میکنه چیکار نمیکنه همین اینترنت داره که رو خواهد خلاص دیگه یازده که ما داو اومده و گفته و یازده گپ زدن نمیکنه بگوره و اگر حوزی انشاءالله نه من انشاءالله ما میبرم و یه پیچکا میخوام ما 50 شو انشاءالله میشه میکنم اول سوال خوبه. تمام برادر عزیز خداوند موفق من بگردونه. همه برادر بخشی که آمد گفت بریده بگوره برادر مبارید یک سر وقتا نوی کنیم که اصلا اینجا فراموی کردم که برامدن نکنیم یک ویدیو منروی کرده کن بتونیم اصلا همه تکار کنیم خلاص شما دیگه یک بیت باید طلب ندارم من نمیگم شما بخیزم بیاید تکردیستان داباری ها بیسن های اموالی استفاد بیا بایرفتر از بیان بیسن نه در کن نیست ما کنم این کار رو میکنم لیکن شما همین یک چیز کنیم که من بطورم ویدیو کنم روی کنم شما دکی
ببینیم برای چی ما مثلا ما حقیقت هم میگیم برای همین ما میبرن زندان میکنن یا میکشن چکن میکنم پناه بافلو. بله تشکر زیاد برادر عزیز. اینجا در استودیو چند نفر دیگه است، اونا را قبول بکنیم صحبت بکنیم آخری برنامه. قبول اکال ماسو ما بافلو با یوتیوب نمیتونیم برو مرا تماشا کنیم. تمام برادر عزیز ان ما اینجا چند کس دیگه زنگ زده است اونا هم میخواستن قبول بکنن، متاسفانه شما زنگ کرده واتساپ. تمام خدا نگهبان. حالا تو وقت خودمان نگهبان تو خلاص دیگه ما همیشه یک کار کنیم یا چیز کنیم که ما زفافه برای هم دوست کنیم. تمام برادر عزیز ان شاء الله که خوب میشه همش. حالا تو وقت خودمان نگهبان. بله خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر، خب اینجا یک دو نفر